خیلی تو همین ایران دارن با کپی پیست کردن یه دونه لینک از پینترست دلاری پول در میارن. با دلار 100 تومن کسی که بخواد فقط با ریال زندگی کنه داره عملاً عقب میمونه. ولی خیلیا فقط یه گوشی ساده دارن، نه مهارتی دارن، نه زبان بلدن، نه اینکه محصولی دارن که بفروشن. با فروش محصول به خارج از کشور به روش افیلیت دارن دلاری پول در میارن. چطوری؟ کافیه بری عضو سایت علی اکسپرس بشی که ایرانی‌ها هم میتونن عضو بشن، یه محصول ترند از این سایت انتخاب کن. حالا لینک اون محصول رو بده به هوش مصنوعی کریتیفای. اون هوش مصنوعی میاد با قدرت خودش یه دونه ویدیوی وایرال میسازه و تو اون ویدیوی رایگان رو میذاری تو سایت پینترست. حالا هر کسی که روش کلیک کنه و بخره اون محصولو، تو بابتش پورسانت دلاری میگیری. یعنی به جای اینکه به 80 میلیون نفر ایرانی محصول بفروشی، داری با کمک هوش مصنوعی به 8 میلیارد نفر آدم تو کره زمین اون محصول رو میفروشی. درآمدت هم با کمک ایرانی کارت میتونی به تومن تبدیل کنی. حالا یه لیست از پرفروش‌ترین محصولات توی سایت علی اکسپرس برات تهیه کردم و مسیر قدم به قدم رسیدن به درآمد $1000 با کمک سیستم افیلیت. اگر که میخوای این لیست رو داشته باشی، کلمه رایگان رو برام توی کامنت‌ها بنویس.